خوش آمد میگم. خیلی تشکر میکنم از اینکه حضور پیدا کردید. در کنارتون هستیم و امیدوارم که تا این ساعت در حقیقت این لحظاتی که بودید براتون خوب و مطابق انتظارتون باشه. اول یه نکته بگم، بعد از آقای عباسی ارائه دادن کار سختیه. من به هیچ وجه نمیتونم به در حقیقت خوبی ایشون بتونم یه ارائه‌ای براتون داشته باشم. اینو ببخشید، یه مقدار ذهنیتتون رو از اون ارائه قبلی بیارید بیرون. موضوع دوم این هست که ما در حقیقت با ایده‌ای که از دوستان اومد و زحماتی که کشیدن و علایق شخصی خودم بود که بتونیم در حقیقت موضوعات معمارانه، حالا معماری فقط اون ذهنیت معمارانه ما نیست، معماری هنر هست، معماری فلسفه هست، معماری تاریخ هست، معماری جامعه شناسی هست، با زندگی، با جامعه، با خیلی چیزها در ارتباطه. و دلیل اینکه ما موضوع رو از تاریخ شروع کردیم اینه که اولین بیس و شروع هر چیزی شناخت تاریخچشه. تاریخ معماری، ما اگر میخوایم در مورد معماری هرمزگان صحبت کنیم، در هر دقیقه زمینی با تاریخچه‌شو بدونیم، بعد فلسفه‌هاشو بشناسیم، موضوعات جنبیشو بشناسیم و در نهایت وارد خود موضوع معماری بشیم. صاف وارد موضوع معماری شدن یعنی شما اون جمله‌ای که مال هگل بود، ظهر همینجوری اومد به ذهنم، دقیقاً این به هگل میگن که غول فلسفه، شاید یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ. خودش در نقد این صحبت میگه که من غولی نیستم، من یه شخصی بودم روی شانه غول‌های فلسفه مثل افلاطون، ارسطو اینا وایستادم و از اونا بزرگتر شدم، ولی من غولی نیستم، من یه انسان معمولیم و در اون حد و اندازه نیستم. واقعیتش اینه که اگر بخواید یه درجه بالاتر برید و یه چیزی بیشتر از اون چیزی که تا امروز بوده ایجاد کنید، باید که اون گذشته رو خوب بشناسید، واردش بشید و از اون عبور کنید. ما یه 2 تا اشکال داریم، یه عده میرن در گذشته همونجا میمونن، یه عده‌ای هم که تاریخ رو از امروز شروع میکنن بدون گذشته، بدون پشتوانه و هیچ کدوم از اینا جوابگو نیست. و طبیعتاً کسی بخواد فلسفه رو بدونه و به تاریخش رو بخونه، از سقراط و افلاطون و ارسطو شروع کنه تا به امروز. معماری هم همین است. شاید شما به 10,000 سال پیش رو مطالعه کنید و برسید به امروز. ارائه‌ای که امروز داریم بخوایم روش متمرکز بشیم، ما توی این بحث خیلی باز بود، یعنی می‌خواستیم که در مورد معماری هرمز صحبت کنیم. آثار مختلفی که دوره‌های مختلف تاریخی است، آثار معاصری که حالا مخصوصاً اون 3 تا ساختمونی که جری پولاک توی هرمز احداث کرده، ولی متاسفانه امکان پذیر نبود در یه فرصت مثلا 35 دقیقه بخوایم اینو ارائه بدیم و این شاید به نوعی تقصیر هرمز است که اینقدر غنای تاریخی و فکری و پشتوانه معماری خیلی خوبی داره. بنابراین من متمرکز شدم روی خود قلعه پرتغالی ها، قلعه‌ای که ما به اسم قلعه پرتغالی ها میشناسیم و امیدواریم که توی سلسله نشست‌های بعدی اگر سعادت اینو داشته باشیم و عمری باشد، بتونیم در حقیقت تو پارت‌های بعدی مخصوصا این ساختمان‌ها و کارهایی که جری پولاک توی هرمز انجام داد اونها رو هم توی یک نشستی ارائه بدیم. قلعه‌ای که ما به عنوان قلعه هرمز میشناسیم، در حقیقت زبان پرتغالی قلعه بانوی ما پیروزیه. این اسمی است که آلفونسو دالبکرک روی قلعه میذاره زمانی که در 1516 عملیات ساخت قلعه در حقیقت به سرانجام میرسه. چون میدونید که در 1508 پرتغالی ها میان جزیره رو اشغال میکنن، ولی ساخت قلعه شروع میشه ولی تمام نمیشه به دلیل اینکه دالبکرک از حتی نیروهای سربازش برای ساخت قلعه استفاده میکنه به خاطر کمبود نفرات و این باعث اعتراض و شورش میشه. نهایتاً
اون نایب السلطنه پرتغال در هند این عملیات رو متوقف میکنه، اختلافی که با دالبکرک داشته، و نهایتاً در 1516 بعد از مرگ اون نایب السلطنه دالبکرک میاد و قلعه رو در حقیقت درست میکنه که حالا این قلعه داستان مفصلی داره که من به طور مختصر و تیتروار بهش اشاره خواهم کرد. برای اینکه ما بیایم موضوع قلعه رو باز بکنیم باید برگردیم یه مقدار عقب‌تر. امپراتوری پرتغال. امپراتوری پرتغال اولین و تقریبا وسیع‌ترین امپراتوری استعماری تاریخ بشر هست. این امپراتوری تقریبا از برزیل به عنوان بزرگترین مستعمره‌اش که در 1821 مستقل میشه تا بندر ناکازاکی در ژاپن گسترش داره و تمام مسیرهای دریایی این منطقه رو در اختیار خودش گرفته و تقریبا از اواسط قرن 15 از 1481 شروع میشه و تا 1999 یعنی روزی که پرتغالی ها ماکائو رو به چین پس دادن، این دوران تاریخ استعماری امپراتوری پرتغال هست و خب میدونید که زبان پرتغالی در خیلی از این کشورها به عنوان زبان رسمیه و آثار بسیار زیاد تاریخی وجود داره که به روایتی در قرن 17 تعداد این قلعه ها 244 قلعه در سرتاسر جهان بوده که اینا قلعه بهش نمیگفتن، اصطلاحی که خودشون میگن فکتوریه. فکتوری به عنوان این کلونی های یا پایگاه، به نوعی بگیم پایگاه میدونستن اینو، نه به عنوان قلعه. اینجا براشون پایگاه بوده. در درون این قلعه اینها فرماندار داشتن، نمیدونم ساختار مذهبی کلیساییشون که حالا بهش اشاره خواهیم کرد و اینا رو به عنوان فکتوری میشناختن. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. داستان از کجا شروع میشه؟ اصل داستان از شکست مسیحی‌ها در جنگ‌های صلیبی و سپس به کارگیری این شوالیه‌های بیکار صلیبی شکست خورده توسط امپراتور اسپانیا برای خارج کردن مسلمان‌ها از جنوب اسپانیا. وقتی این اتفاق میفته، اینو به خاطر داشته باشید، اسپانیا و پرتغال خیلی به هم نزدیکن. در یه دوره پادشاه‌هاشون هم مشترک بوده، در این اینکه جدا بودن. و یه نکته مهمی در دوره استعمار، اسپانیا و پرتغال میان و جهان رو تقسیم میکنن. از یه مداری به پایین مال اسپانیا بوده، به بالا مال اینا بوده، شرق و غرب هم همینطور. و عملاً شرق سهم پرتغال میشه. اسپانیایی‌ها مشغول در حقیقت غارت مستعمراتشون در جنوب آمریکا بودن، جایی که ما آمریکای جنوبی میشناسیم، بجز اون تیکه‌ای که گفتیم کشور برزیل هست که الان میدونید در کل آمریکای جنوبی فقط یک کشور هست که زبان پرتغالی داره و بقیه اسپانیایی زبانن و اون کشور در حقیقت برزیل هست که جزء مستعمرات بوده. داستان از کجا شروع میشه؟ از لیسبون در پرتغال و اینها وقتی میان شمال آفریقا هم بعد از اینکه مسلمان‌ها رو بیرون میکنن در شمال آفریقا هم دنبال توسعه در حقیقت سرزمین‌ها هستن. در طی سالهای متمادی در کنار در حقیقت خط ساحلی آفریقا میان و نهایتاً تنگه یا دماغه نیک، امید نیک رو دور میزنن و موفق میشن راه جدیدی برای دسترسی به آسیا پیدا کنن. راه قبلی چی بوده؟ راه قبلی دو تا راه بوده. راه ابریشمی که همه شنیدید و راه تجارت ادویه که این راه تجارت ادویه دو راه داشته، یکی از خلیج فارس و عراق و شام عبور میکرده به سمت مدیترانه، دیگری هم از کنار یمن و دریای سرخ یه راه دومی بوده که این درجه اهمیت ثانویه داشته. و اصلا دلیل این که هرمز چرا ثروتمند شده، حالا آیه عباسی اشاره کردن، تو اون دو قرن چرا ثروتمند شده؟ در مسیر تجارت دریایی اون راه ابریشم یا حالا بهش اصطلاحاً راه ادویه هست، ولی در کنارش خیلی چیزها، کالاهای دیگه هم اینجا منتقل میشه.
این راه چیزی که داشته در کنترل امپراتوری اسلامی بوده و تنها اروپاییایی که با امپراتوری اسلامی کار میکردن ونیزیا بودن و همیشه در مزان اتهام خیانت و فلان به مسیحیت بودن. این تندروهای مذهبی اسپانیایی پرتغالی یک بار میرن به غرب برای راهی که تجارت با شرق پیدا کنن، میگفتن آقا مگر دنیا گرد نیست، میریم از اون ور میرسیم. به طور اتفاقی میرسن به قاره آمریکا، اصلا فراموش میکنن شرق رو و راه دیگری که میان دور میزنن و هدف نهایی و پایگاه اصلی گوا در هند هست. این گوا خیلی مهمه. گوا تا 1973 در اختیار دولت پرتغال بود. نهایتا انقدر تخلیه نکردن، جواهرلال نهرو نخست وزیر هند ارتش رو فرستاد اینجا رو اشغال کرد. یعنی پرتغالیا با جنگ در 1973 از اینجا رفتن. خب اسلاید ببخشید برگردید عقب. این مسیرهایی هم که اینجا هست یه مسیر دقیقا سبزه که برای رسیدن به عدن استفاده میکنن. یه مسیر نارنجی سفر کوویلا که از عدن هست به گوا. یه سفر آبیه که برای رسیدن به اتیوپی میرن و سفر واسکو دوگاما، سفر مهمی که میاد و در حقیقت دور میزنه از این طرف به گوا میرسه. پرتغالیا وارد هند میشن بالاخره. همه دنبال هند بودن. یه نکته کلیدی خدمتتون بگم، تا سال 1800 میلادی 80% از تولیدات جهان در هند و چینه. والا فکر می‌کنیم چینی‌ها مثلا دنیا رو دارن، نه، چینی‌ها تا 1800 میلادی بزرگترین تولید کننده کالا در جهان بودن به خاطر جمعیت زیاد، امکاناتی که داشتن و این اصلا تا 1800 با انقلاب صنعتی و استفاده از ماشین در تولید کالا این به نفع اروپای غربی و سپس آمریکای شمالی برمیگرده و تا تقریبا قرن 21 این روال ادامه داشته. بنابراین همه به دنبال هند و چین بودن. بعد از اینکه وارد هند میشن به گوا میرسن، با پادشاهان اونجا وارد اینا دو تا راه داشتن. یک، مذاکره برای گسترش تجارت. اینا اول نمیان حمله کنن، میایم میخوام تجارت کنیم، ما فلان داریم. و دو، بحث ترویج مسیحیت که به واسطه اون ترویج مسیحیت انگیزه برای اون سربازایی داشتن. شما حساب کنید 114 سال اومدن در هرمزی که با این وضعیت آب و هوایی اروپایی زندگی کنه، اینجا بمیره، اینجا نسلش بمونه. یه چیز عجیبی، یه انگیزه میخواد. این انگیزه حتی پولم نیست. اینها انگیزه توسعه مسیحیت رو داشتن. کاتولیکای بسیار افراطی‌ان، میخوایم بریم و اصلا جزء وظایف ماست که دین خدا رو ترویج بدیم. تا ژاپن رفتن، در ناکازاکی بگم یک سریالی از پیشنهاد میدم دوستان نگاه کنن به اسم شوگان. سال گذشته بهترین سریال دقیقاً کوتاهی از فصل یکش اومده. شوگان رو نگاه کنید متوجه میشید که اینا تا ناکازاکی رفتن، شهر ناکازاکی اینا درست میکنن، کلیسا میسازن، بعد ژاپنیا رو مسیحی میکنن. حالا اون داستان خاص خودش داره. ژاپنیا در دوره به قدرت رسیدن شوگان‌ها تمام خارجی‌ها رو اخراج میکنن، 3 قرن هم کسی رو راه نمیدن. ولی ببینید تا ناکازاکی ژاپن اینا رفتن. ما تا این خودش داستان مفصله، یعنی مثلا یک کتابه بخوایم وارد اینها بشیم. من فقط مختصر میگم. پس میرسم به هند. حالا این راه تجاری هند، ماداگاسکار، دماغه امید نیک، نمیدونم فلان، بریم به لیسبون، این باید امن باشه. دزدان دریایی هستن. ما الان در قرن 21 دزدان دریایی داریم دیگه تو این منطقه سواحل دریای سرخ و اینا. دزدان دریایی هستن، رقبای اروپایی هستن فلان. ما باید یک مسیر امن درست کنیم. بنابراین نیاز داریم یه سری نقاط استراتژیک رو در کنترل داشته باشیم. یکی از این نقاط استراتژیک جنوب آسیا، خلیج فارس و دریای سرخه. بریم اسلاید بعدی. خب حالا وارد معماری میشیم. یه توضیح و مختصری از این که اصلا چجوری شده اینا سر از اینجا در آوردن اومدن و خیلی مختصر گفتم. حالا امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کنم و کامل بگم. ببینید من
قرن 15 که شروع پیریزی و گسترش این امپراتوری هست، 2 تا در حقیقت مثال رو آوردم فقط به عنوان اینکه ببینید، خیلی وارد جزئیات اینها نمیشیم، موضوع بحث ما نیست. یک کلیسا هست و یک قلعه که اینها در حقیقت این در شمال آفریقاست و این هم فکر میکنم در گینه است، در مناطق آفریقای مرکزیه. و 2 تا جزء داشتن، کلیسا می ساختن، مسیحی می کردن، اون جاهایی که میتونستن برای خودشون نفر در حقیقت تولید میکردن، و قلعه می ساختن که بتونن یا اون پایگاه، نگیم قلعه، پایگاه درست میکردن. این قرن 15 است و شروع این فرایند که میبینید. اسلاید بعدی. خب در قرن 15 میرسیم به قرن 16 به این یک کلیساست در گوای هند و این هم در فکر میکنم مراکشه. این یک قلعه هست. ببینید این کانال باز اینجا هست، پله هست، اینجا حفظ شده، مثل هرمز در حقیقت نیست و نشون میده که تو این دوره یه مقدار معماری ها از اون حالت فقط صرفاً عملکردی و زمخت و اینا یه مقدار میاد به سمت کارهای در حقیقت با کیفیت در و هنر و زیبایی شناسی اونجا وارد کار میشه. البته در قرن‌های 17 و 18 این مطالعات رو من انجام دادم و ما این قرن 14 15 و 16 رو میگیم چون به قلعه برمیگرده، دقیقاً مصادف هست با دوره‌ای که قلعه پرتغالی ها رو داریم. حالا این معماری استعماری رو ما میایم توی منطقه خلیج فارس بررسی میکنیم. گفتیم یه منطقه جنوب آسیا، خلیج فارس، دریای سرخ، این خیلی منطقه مهمیه. پرتغالیان یمن رو هیچ وقت نمیتونن بگیرن و عملا هیچ اثری در یمن وجود نداره از پرتغالی ها. دلیلش هم این بوده که امپراتوری عثمانی یمن رو در حقیقت در کنترل داشته و اجازه نمیده که پرتغالیا بیان و یمن رو اشغال بکنن. منتها خلیج فارس خارج از کنترل عثمانی بوده و در حقیقت نیروی خیلی مستحکمی تو سواحل جنوبی نداشته. سواحل شمالی هم که ایران باشه، تا قبل از دوره صفویه که اصلا هیچ حکومت مرکزی نیست، در دوره صفویه هم اینقدر جنگ‌های عثمانی و مسائل مهمتری برای دولت مرکزی وجود داره و این مناطق دور از دسترس و صعب العبور و به لحاظ اقتصادی اون زمان شاید براشون کم بهره بوده، خیلی توجهی نکرده بودن. بنابراین این منطقه بهترین جا هست که این پرتغالیا بیان و نفوذ کنن. این یه قلعه جلالی هست در عمان، قلعه مسقط، که این قلعه از اون قلعه‌های پرتغالیه و در شکل سمت چپ قلعه پرتغالی‌های بحرینه که حالا این دوتا رو به عنوان کیس استادی، نمونه هایی که مشابه هستن من میخوام معرفی کنم و بعد وارد قلعه بشم. اسلاید بعدی رو بیارید. به قلعه جلالی در بندر مسقط قدیمی و موقعیت خیلی خاصی هم داره، این حالت سخته تو رو خیلی موقعیت جالبی داره. این هم در حقیقت زمان فیلیپ اول در 1580 برای یک قلعه قبلی عمانی ساخته شده. در حقیقت ببینید بحث میشه از غارت مسقط توسط عثمانی ها، یعنی عثمانی ها به این منطقه هم خیلی توجه داشتن. منتها عمان یکی از مناطقی است که دولت مستقر پایداری تو منطقه در حقیقت جنوب آسیا داشته و همینطور یمن که حالا در یمن تا قرن 20 تقریبا همین حوثی ها یا شیعیان مناطق شمالی یمن همیشه پادشاه از اینا بوده و اینها هم علیرغم اینکه شیعه بودن به طور تاریخی با عثمانی روابط بسیار نزدیکی داشتن، چون اینا شیعیان زیدی بودن، خیلی با صفویه ارتباط خوبی هم نداشتن. پس این قلعه ببینید که در حقیقت عمانی‌ها ساختن برای که جلوی عثمانی‌ها وایستن. در قرن 20 زندان بوده. در دهه 1970 دیگه زندان جمع‌آوری میشه. در 1983 بازسازی شده و موزه خصوصی تاریخ فرهنگ عمانه.
هیچ کسی توی این موزه نمیتونه بره مگر مهمانان عالی رتبه دولت عمان میتونن بازدید کنن. برای این تصویر خاصی من نتونستم پیدا بکنم، تو فضای اینترنتی هم نبود. این یه موزه خصوصی است مال در حقیقت خود خاندان سلطنتی. بریم بعدی. اینم که این یه اشتباه کوچیک از صفحه قبل اومد. ببین قلعه بحرین در 1954 کاوش‌های باستانشناسی انجام میشه. این عکس خیلی قدیمی است، دور و برش هم می‌بینی ساخت و سازهایی شده و وضعیت خیلی جالبی نداره. یعنی شاید به شمسی بگیم کی میشه؟ 1954 1330 و مثلا 3. حالا ما فکر می‌کنیم عربای جنوب خلیج فارس همه مثلا هیچ تمدنی ندارن. دولت بحرین که هنوز اون موقع دولت بحرینی نیست، مستعمره انگلستان هست، تا 1970 کاوش باستانشناسی انجام داده و ما حالا میرسیم که ما در هرمز چه کار کردیم. خب این یه تپه 12 متری حدود 7 لایه شناسایی شده. 2300 سال قبل از میلاد تا قرن 18 اینجا ساکنین مختلفی داشته و از جمله کاسی‌ها، یونانی‌ها، پرتغالی‌ها، ایرانی‌ها و زمانی هم پایتخت تمدن دیلمون بوده. در سال 2005 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده. تصویر بعدی. خب قلعه هرمز در حقیقت اسمی که خود پرتغالیا گذاشتن، قلعه بانوی ما پیروزی، که به قلعه پرتغالیا معروفه. اینها بیشتر از سنگ قرمز جزیره هرمز ساخته شدن و تقریبا شاکله کلی بنا حفظ شده. ولی این دلیل بر این نمیشه که این بنا سالمه. این بنا به شدت تخریب شده. یه قسمتیش تعمدی بوده و یه قسمتی از این هم در اثر حوادث طبیعی یا جریان‌های اجتماعی. دلیل اصلیش این بوده که بعد از فتح هرمز توسط حکومت ایران در 1622 میلادی، دولت چون نیروی دریایی نداشته و برای تسخیر اینجا از انگلیسی‌ها کمک میگیره و انگلیسی‌های پروتستان برای اینکه رقیب کاتولیکشون از صحنه محو بکنن با دولت ایران متحد میشن. بنابراین دولتی که نیروی دریایی نداره نمیتونه این جزیره رو استفاده بکنه و نگه بداره. بنابراین بندر عباس ساخته میشه و از تعمد جزیره رو با در حقیقت تعمد و فشار خالی از سکنه میکنن و حتی دستور تخریب یه سری در حقیقت استحکامات اونجا داده میشه. ولی دسته دوم تخریب‌هایی است که توسط مردم عادی، فرسایش، طبیعت و این چیزا اتفاق افتاده. خب اسلاید بعدی رو بریم. این قلعه در حقیقت ما تصاویر تاریخی که حالا وجود داره میبینید که یه قلعه 5 ضلعی هست. اصولاً قلعه هایی که پرتغالی‌ها میساختن مربع مستطیل بوده. خیلی به هندسه اروپایی علاقه داشتن، به نظم علاقه داشتن، ولی در اینجا به 2 دلیل البته من تصور میکنم، حالا دوستان هم طبیعتا نظرشون رو گوش میکنیم. یکی به دلیل شکل خاص این دماغه و دیگری به واسطه اون آثاری که آیه عباسی فرمودن قبل از این قلعه اونجا بوده. یعنی اینا نیومدن روی یه خاک بسازن. همونطور که قلعه مسقط رو توضیح دادم خدمتتون، همونطور که قلعه بحرین رو توضیح دادم. حالا من داخل پرانتز بگم یه استادی من داشتم همیشه میگفت که توی 7000 سال تاریخ ایران هرچی زمین به درد بخور بوده مردم رفتن روش ساختن. تو غیر از اون رفتی جایی ساختی یعنی اون زمین به درد بخور بوده. این واقعیت اینه که موقعیت استراتژیک اینجا طبیعتاً همه رو به این سمت سوق داده که استحکامات دفاعیشو در اونجا بسازه. خب دالبوکرک همونطور که خدمتتون عرض کردم در 1508 که میتونه بیاد و جزیره رو حالا بعد از کش و قوس‌های تاریخی و مذاکرات با اون پادشاه هرمز و در نهایت هم تحت الحمایه قرار دادنش این جزیره رو میگیره، میاد قلعه رو شروع به ساخت بکنه، موفق نمیشه
دلیل عمده‌ش هم شورش نیروها بوده و اختلافش با در حقیقت نایب السلطنه هند. امپراتور پرتغال یه نایب السلطنه تعیین میکنه به اسم آقای آلمیدا، اولین نایب السلطنه امپراتوری پرتغال در هند هست، در همین بندر گوا، و اینجا پایگاه، یعنی عملا پرتغال شماره 2. کاری که انگلستان در دو قرن بعد میکنه دیگه، میاد و در حقیقت در هند یه دولت بریتانیایی تأسیس میکنه و امورات از اینجا اداره میشده. آقای آلمیدا با دالبوکرک دچار اختلاف میشه و نهایتاً یه مدتی هم ایشون زندانی میشه. بعد آلمیدا 3-4 سال بعد میمیره و نهایتاً همین آقای دالبوکرک که زندانی شده بوده میاد میشه نایب السلطنه. وقتی نایب السلطنه میشه برمیگرده به هرمز. 1500 فکر میکنم 18 اگر اشتباه نکنم، و این دفعه ساخت قلعه رو تموم میکنه. ولی اون قلعه‌ای که دالبوکرک ساخته قلعه‌ای نیست که ما امروز میبینیم، که حالا من تو اسلایدهای بعدی توضیح خواهم داد. اسلاید بعدی رو لطف کنید. خب ببینید این باز یه تصویر دیگه است. من تصاویر رو آوردم که دقیقاً خودش گویای مسئله باشه. دوستان معمار که حالا با این ذهنیت خودشون، ببینید مثلا این کانال آبی که هست ببینید توی این نقاشی وجود داره. خب عملاً این نقاشی رو ببینید، هیچ نقاشی از این زاویه دید اینجا رو ندیده. دو دسته بودن، یه عده‌ای بودن که دستی بر قلم داشتن، می اومدن و مثلا در یه جای بازدید میکردن، حاشیه کتابشون یه کار نقاشی انجام میدادن. ولی قسمت عمده این سفرنامه ها و نقاشی ها این بوده که اینا میرفتن توضیح میدادن به یه کسی که نقاشی بلد بوده و اون بر اساس اون چیز ذهنی خودش میومده یه سری نقاشی ها رو میکشیده. بنابراین عین واقعیت نیست، بلکه قسمتی از واقعیت یا یه رویکردی یا یه دیدگاهی از اون واقعیت بوده. منتها ما کوه ها رو میبینیم، درخت ها رو میبینیم، چارچوب اصلی رو میبینیم، این گوشه این قلعه رو میبینیم، کانال آب رو میبینیم، کشتیایی که اینجاها وایستادن دقیقاً تو این دهانه شمالی، و تقریبا مثلا نخله، نمیدونم یه کلیت و به قول من یه شماتیک بادگیرها رو شما اینجا میبینید. اون خونه های 2، 3، 4 طبقه‌ای که آقای عباسی فرمودن توی این تصاویر مشخصه. بعدی رو لطف کنید. حالا این در حقیقت نقشه‌ای هست که در کتاب دولت هند شرقی 1635 پدرو بارتو، اینا دولت هند شرقی داشتن، همون چیزی که انگلیسی‌ها هم بعداً کمپانی هند شرقی و دولت هند رو تشکیل دادن. ببینید اینجا جزیره هرمز، حالا ببینید با واقعیتش خیلی فرق داره دیگه. اینجا جزیره لارک، جزیره قشمه، و این قسمت بندر عباسه که در ساحل شمالی مشاهده میکنید. قلعه پرتغالی های قشم تقریبا یه ساختار مربع داره. یه سری قلعه استحکامات در جزیره لارک هست و موضوع اصلی ما قلعه هست. و این قلعه اینجا چازلی کشیده، ولی اصلا این شکلی نیست. دماغه ما یه حالت مثلثی داره. کانال آب رو میبینید، اون خندقی که وجود داره، آب دریا رو اینجا رد کردن. یک زمین خالیه، حالا بحث زمین چوگان بود ولی این خیلی به ساختار دفاعی ارتباط پیدا میکنه. و این قسمت حالا شهر و اون مناره بلندی که تقریبا تو همه آثار دیده میشه، و کنار کوه‌ها یه مقداری دقیقاً پوشش گیاهی و اینا رو می‌بینی که نسبت به امروزه شاید یه مقدار قوی‌تر بوده به خاطر شرایط اقلیمی، شاید هم اغراقی بوده که نقاشا داشتن. در ساحل شمالی هم می‌بینید دیگه قلعه‌های مختلفی هست که به طور شماتیک اینا هم نشون داده شده. بریم بعدی. این تقریباً یکی از اولین نقشه‌هایی هست که از قلعه ترسیم شده. دنبال قرن 15 و در حقیقت لوئیس سیلویرا که اینو نسبت داده به مانوئل گودینیو. این اومده آقای گودینیو اینو ترسیم کرده. باز اینجا کانال رو میبینید، ساختار
حالا بیشتر به مثلث میخوره تا پنج‌ضلعی قلعه رو میبینید. این تقریبا اولین میشه گفت نقشه‌ای است که از قلعه داریم. این همون اتاقایی است که الانم برید یه قسمتیش باقی مونده، قسمت نزدیک به دریا فرو ریخته و حالا اون قسمت‌های مرکزی که بعضی از ساختمان‌ها ما داریم و انشالله تو اسلایدهای بعدی می‌بینید. بعدی رو بیارید. مشخصات بنا، یه بنایی است به طول 260 در 176 متر. این بنا در طول 115 سالی که پرتغالی‌ها بودن توسعه پیدا کرده. بنابراین یه بنای ثابت یک روز یا یک سال یا یک دفعه احداث بشه نیست و باید دیدگاه بهش نگاه نکنید. بر اساس اسنادی که بوده دالبوکرک نماینده پادشاه در هند شرقی فاتح جزیره هرمز و گوا در 1507 دستور داده استحکامات بسازن. منتها استحکاماتی که بوده یه قلعه اروپایی اواخر قرون وسطا بر اساس اون مدل بوده، وسعتش هم 90 در 80 بوده. به صورت 5 ضلعی این قلعه ساخته شده. بنابراین یه قلعه‌ای است که خیلی از لحاظ ابعاد هم کوچیک‌تر هست. دوباره تو این تصویر هم می‌بینید دیگه، این ناوگان‌ها، این قلعه، این زمین خالی، ساختمان‌ها و شهر و نهایتاً خود جزیره که اینجا دیده میشه. اینم تصویری از آقای دالبوکرک. بریم بعدی. کاربری قلعه، همونطور که گفتم ببینید قلعه نباید بگیم، میگیم اینجا پایگاه. با اون تعریفی که ما از قلعه داریم، قلعه تعریف‌های متعدد داره. تو ایران یه تعریف داشته، حالا ارگ که میگفتیم یا قلعه، مثلا تو ارگ زندگی میکردن. ارگ یه قسمت شهر بوده. شهرهای دوره پیش از اسلام غالباً ارگ بم و بناهای مشابه اون قلعه هایی هست که مردم هم توش زندگی میکردن. اینجا یه در حقیقت پایگاهه، سربازا اونجا مستقر میشن. هیچ حدود 500 نفر سرباز برآورد میشه که تو این قلعه همیشه مستقر بودن. کاربریش دفاعیه و تقریبا هر جایی که پرتغالیا رفتن نمونه اینو ساختن که حالا من بعضی تصاویر رو خدمتتون نشون دادم. چون اینا در کشورهای استعماری میخواستن زندگی کنن، مشکلات امنیتی داشتن، به هیچ وجه قدرت امپراتوری بریتانیا رو نداشتن. سلطان بلا منازع دریاها، نیرو دریایی فراوان، صدها هزار سرباز. پرتغال همین الان هم کشور کوچیکی کم جمعیته و اینها نهایتاً مثلا کل نیرو دریاییشون شاید مثلا به 50,000 نفر نمیرسیده، 100,000 نفر نمیرسیده، ولی میخواستن شما حساب کنید از لیسبون تا ناکازاکی رو تحت کنترل داشته باشن و خیلی این کار هوشمندانه و با برنامه‌ای بوده که می اومدن و از طریق کنترل بر نقاط استراتژیک این کار انجام. مثلا یکی از این نقاط ماکائوه، بندر ماکائو که تا 1999 هم در اختیارشون بود. اصلا اونجا رفتن تاریخ رو ساختن، 5 قرن اونجا ساکن شدن. گوا در هنده و همینطور سلسله این در حقیقت بنادر در جنوب شرق آسیا و نهایتا میرسه به بندر ناکازاکی تو ژاپن و تو این مسیر اجازه نمیدادن کسی تجارت بکنه. یکی از دلایل افول هرمز و کلا خلیج فارس بعدها اینه که تجارت شرق به غرب که از جاده ابریشم و از جاده ادویه میرفته، اروپایی‌ها میان این مسیر رو تغییر میدن. متاسفانه نه دولت ایران و نه دولت عثمانی اهمیت این موضوع درک نمی‌کنن و یکی از دلایل افول اقتصادی ایران و عثمانی همین اتفاقه که بعدها اثر خودش رو در تضعیف اینا نشون میده. به طور در حقیقت متمادی ما قرنها، شاید از قرن دوم میلادی این مسیرها بوده، استفاده می‌کردیم، تجارمون ثروت میومده، بعد میتونستیم تبادل کالا بکنیم. فقط این نبوده که از اینجا کالا بیاد و عبور پیدا کنه، میتونستیم صادر کنیم، میتونستیم وارد کنیم. اروپایی‌ها اومدن اینو گرفتن و این به شدت سرزمین‌های اسلامی رو فقیر کرد و متاسفانه در تقابل دولت شیعه ایران و دولت سنی عثمانی پرتغالیا وارد شدند. مثلا یکی از دلایلی که میگن دولت ایران از اشغال هرمز توسط پرتغالیا راضی بوده،
بعضی از متون تاریخی میگه دلیلش همین بوده که اینجا منطقه سلطه عثمانی‌ها بوده، می‌خواسته حال عثمانی‌ها مثلا به قول معروف از طریق پرتغالیا بگیره، بعد چش باز میکنه می‌بینه که این پرتغالیا اومدن اصلا کل خلیج فارس رو تحت کنترل گرفتن. این یه نکته خیلی ریز تاریخی است. بعد از این مسیر تجارت عوض میشه، مسیر ثروت عوض میشه، اروپایی‌های دیگه آگاه میشن، رقبای اروپایی بر این رقبای به قول معروف مستعمره‌گرای استعمارگرای قبلی میان و تاریخش که تا تقریبا میگم امروز ادامه داره دیگه. خب بریم بعدی. این یه نقشه ای از وضع موجود قلعه هست که اون ساختار 5 ضلعی رو میبینید. اینجا اون قسمت هایی هست که وجود دارن و این قسمتی که میبینید در ضلع جنوبی در ضلع جنوبی، در ضلع غربی تخریب شده به خاطر آبشستگی دریا و در حقیقت در مجاورت دریا این قسمت ها عملاً وجود نداره، ولی بقیه قسمت ها ساختار کلیش میشه گفت حفظ شده. تصویر بعدی رو بیارید. حالا من این ساختار رو خدمتتون توضیح میدم. البته مطمئنم که همه دیگه بالاخره یه بار قلعه رو رفتن و این توضیحات من شاید خیلی توضیح اضافه باشه و خودتون اشراف داریم. فقط سریع عبور میکنیم به اون نکات کلیدی که در انتها هست برسیم. فضای ورودی است. 2 تا فضای ورودی داشته. به عنوان مهمترین چیز که ورودی قلعه است، باید به قول معروف منفذ قلعه است، نقطه ضعف قلعه است. اومدن در حقیقت یه جبهه شمالی یه فضای ورودی و در جبهه جنوبی هم یه فضای ورودی هست که این در حقیقت اون ورودی جبهه شمالی هست که ما اکثرا از اونجا وارد میشیم. اسلاید بعدی بخش فرماندهی هست که تقریبا ساختارش سالمه. الان هم فکر میکنم میراث فرهنگی ازش استفاده میکنه. اسلاید بعد آب انبار قلعه هست که آب انبار خیلی عظیمه، تقریبا 1150 متر مکعب میتونه آب رو در خودش جا بده. نکته کلیدی که بوده این بوده که این اصلا امکان زندگی در این منطقه وجود نداره، چون شما دسترسی به منابع آب شیرین ندارید مگر اینکه این آب رو ذخیره کنید، مثل کاری که در آب انبارها انجام میشه، یا آب رو وارد کنید. خیلی از جزایر مثل قشم این بحث ذخیره آب تو آب انبارها و سدها وجود داشته و میتونستن به حیات ادامه بدن. جزیره هرمز این قابلیت رو هم نداشته، بنابراین وارد کننده آب بوده و این آب باید حالا از جزیره قشم یا از همین منطقه میناب وارد میشده، تو آب انبارها نگهداری میشده و این شرایط بسیار وحشتناک بهداشتی داشته. همون کرم پیوکی که آقای عباسی هم گفت، این در همین آب انبارها رشد میکرد و بسیار بیماری دردناکیه. بسیاری از این پرتغالی ها اینجا واقعا تلف شدن و نتونستن بمونن و واقعا کار سختی بوده. 115 سال اونها بتونن تو این اقلیم دوام بیارن. اسلاید بعدی رو لطف بفرمایید. این ساختمونی است که حالا اصطلاحاً بهش میگن کلیسا. یک باستانشناسی آلمانی 1355 میاد و قلعه رو بازدید میکنه. اون اعتقاد داشته که این پایگاه ها و قلعه ها به واسطه این که حتما کلیسایی باید کنارشون باشه، اینجا کلیسا هست و به دلیل اینکه در مناطق مسلمان نشین اینا نمیتونستن هیچ کسی رو مسیحی بکنن، مثلا موفق نشدن. شما برید در ژاپن مسیحی هست، اینا تونستن کاتولیک درست کنن. در چین 50 میلیون مسیحی الان وجود داره. در خیلی از کشورهای جنوب شرق آسیا فرهنگ زبان عوض شده، ولی تو مناطق مسلمان به واسطه اون دقیقا ویژگی هایی که بوده و خیلی گارد بسته‌ای داشتن، اینها کلیسا رو بیرون نساختن. کلیسا عمومی نبوده، هیچ کی نمی‌بره بره اینجا برای مراسم، برعکس هند، برعکس جاهای دیگه
بنابراین اعتقاد داره که این کلیساست، ولی با توجه به ساختار معماری که داره و اینکه اون آب انبار جوابگوی اون 500 نفر سرباز نبوده، در یه دوره‌های اینجا به عنوان آب انبار استفاده شده. آب خوردن از کلیسا بالاخره مهمتر بوده. اسلاید بعدی رو بیارید. این هم برج اصلی است که خیلی وضعیت بسامانی نداره. و تصویر بعدی این در حقیقت اتاق‌هایی هست، حالا یا سربازخونه اصطلاحاً، که در جبهه شرقی هنوز باقی مونده. توی سقف‌هاشون هست، ساختار سقف‌های اینا، و حالا توضیح میدم تو اون ساختار شکل‌بندی خدمتتون توضیح میدم. بیت بعدی. و اینجا یه نقشه‌ای هست که فضاهای مختلف رو اینجا توضیح میده. ورودی ها هست، یه ورودی در حقیقت اینجاست، ورودی دوم تو این قسمت قرار داره. زندان داشتن که تو قسمت ورودی فرماندهی هست، و این کلیسایی هست که یا آب انباری که اصطلاحاً میگن. این قسمت هم که عملاً تخریب شده و ما چیزی اینجا برامون باقی نمونده. اینا سربازخونه ها هست توی بخش‌های مختلف، و آب انبارمون که توی این قسمته. یه برداشت خیلی در حقیقت کلی از استقرار این فضاهایی که توضیح دادیم توی قلعه. طبیعتا همتون رفتیم بازدید کردیم و به خوبی هم میدونید. این نقشه خیلی نقشه مهمیه. میخوایم امروز در مورد این صحبت کنیم. حالا تا اینجا اومدیم که بگیم قلعه چه خبر هست. قلعه هرمز 4 دوره تاریخی ساخته شده. یعنی از دوره‌ای که پرتغالیا وارد شدن به قبلش رو که حالا عباس توضیح دادن من ورود نکردم، در این مورد دانشی هم نداشتم تو دوره‌های تاریخی، ولی در دوره‌ای که پرتغالی‌ها وارد میشن اون 115 سال 4 بار قلعه ساخته میشه. قلعه اولیه، اولین دوره، این رنگ تیره مشکی هست، ببینید که یه قسمت‌هایش هم باقی نمونده. یعنی اون قلعه تقریباً یه قلعه 80 در 90 متری بوده. اولین دوره آقای دالبوکرک 1516 یا 18 میاد اینو میسازه، موفق میشه یه قلعه بالاخره بسازه، سربازاشو مستقر کنه و پایگاه به قول معروف در هرمز داشته باشه و بتونه کنترل بر خلیج فارس داشته باشه. 1622 هم میره بحرین رو میگیره، بعد میاد در عمان میتونه قلعه عمان رو هم بگیره و قلعه های کوچکی هم تو مناطق کم اهمیت‌تر مثل قشم و لارک رو میسازه. و حالا اصطلاحاً یه سری قلعه های پرتغالی هم داریم که اصلا نه پرتغالی نه چیزی، ولی از اونها هم استفاده میکردن به عنوان یه سری پایگاه های فرعی و تسلط خودشون رو به واسطه نیروی دریاییشون و سلاح گرم، سربازهای سازماندهی شده تونستن در این منطقه گسترش بدن. یه نکته مهمی وجود داره که چگونه اروپایی‌ها این کارو کردن، تمدن‌های دیگه نکردن. یه سواله دیگه، چرا از اسپانیا شروع شد؟ چرا از پرتغال شروع شد؟ استعمار از اینجا شروع شد، بعد رفت حالا هلند و بعد انگلیس و حالا بقیه هم اومدن. و ببین داستان این بود، اروپایی‌ها موفق شدن اختراع قطب نما که حالا از چین به نوعی میاد. اختراع قطب نما و طراحی نوعی از بادبان که در هر شرایط بادی اجازه میداد کشتی حرکت کنه، توانایی و برتری اونها در دریا بود. همونطور که آقای عباسی گفت ناخداهای ما باید با خط ساحلی میرفتن، بنابراین نهایت میتونستن تا زنگبار برن، کنار خط ساحلی رو بگیرن، وارد در حقیقت دریاهای عمیق نشن و همیشه تو این خط ساحلی به حرکتشون ادامه بدن. این دو تا تغییر تکنولوژی که تو اروپا اتفاق میفته به اینها توانایی رو اینو میده که شما با قطب نما میتونید اقیانوس اطلس رو رد کنید، وگرنه هیچ وقت نمیتونید این مسیر مستقیم رو به شرق ادامه بدید.
و بادبانی هم باید داشته باشیم. ممکن 10 روز باد موافق نیاد، بادبانی که حتی با باد غیر موافق هم کشتی شما رو حرکت بده. این اختراع اروپایی‌ها بود. منتها عده‌ای از تاریخ نگارا اعتقاد دارن این اتفاق حداقل 1000 سال قبل از این در چین اتفاق افتاده. چین نیرو دریایی بسیار قدرتمندی داشته، ولی به واسطه اون نوع تفکر و فلسفه چینی به هیچ وجه حاضر نبودن، اصلا تمایلی نداشتن جاهای دیگه دنیا رو برن کشف کنن ببینن و براشون اصلا ارزشی نداشته از لحاظ ذهنی. و نهایتا در دوره یکی از امپراتوراشون در قرن 14 فکر میکنم کل اون نیرو دریایی رو منهدم میکنن و بعدها همین بلای جونشون میشه در تقابل با این استعمارگرایی که میان و به چین نزدیک میشن. خب پس دوره اول رو خدمتتون گفتم. در مورد دوره دوم یه سری در حقیقت میبینید دوره دوم دالبوکرک میاد میبینه که قلعه‌ای که ساخته نهایتاً یه دیوارهای باریکه، این هیچ استحکامی نداره، با یه مثلا توپ میشه راحت اینو تخریب کرد. حتی ببینید دیوارها خیلی نازک، میان دیوارها رو گسترش میدن، دیوارهایی تا حداقل 1 متر و 60 سانتی متر 1.6 متر ضخامت میذارن که بتونه در مقابل گلوله های توپ دوام بیاره. در دوره دوم در حقیقت این اتفاقات میفته، یعنی دیواره مخصوصا اینجا و این قسمت بالا تقویت میشه که از دریا در حقیقت کشتی‌های توپدار نتونن به این نفوذ بکنن. در سومین دوره که دیگه الان دالبوکرک نیست، اینا در حقیقت افراد و نایب السلطنه‌های بعدی هندن که میان و در حقیقت این کارا رو انجام میدن. در سومین دوره این قسمت‌های شمال جنوبی به طرف شهر که توسعه آب انبار هست، اتاق‌های فرماندهی هست، ورودی‌های شمالی هست، اینها میاد گسترش پیدا میکنه. و در چهارمین دوره استحکاماتی به طرف دریا و یه سری استحکاماتی برای استقرار توپخانه میذارن، میان کار میکنن که بتونن توی این قسمت‌های بالای این برج‌ها توپ مستقر بکنن و بتونن حالا غیر از اینکه دفاع میکنن اون مهاجمین رو هم در حقیقت این پیشرفتی بوده که داشتن. یعنی تا اون زمان اینا فکر می‌کردن یه قلعه میسازیم، اینا میان هی میزنن فایده ای نداره میرن. بعدها متوجه میشن که نه، باید قدرت حمله داشته باشن. اون من حالا اسمش رو فراموش کردم، آقای باستانشناس آلمانی که قرن 1355 اومده میگه که من 9 تا توپو اصلا دیدم تو قلعه. و زمانی هم که حالا توی میراث فرهنگی ما یه مقطعی روی قلعه رفتیم کار کردیم، این در ساحل این قسمت تو محدوده جزومد یه مقدار که جلوتر رفتیم تعدادی از این لوله‌های توپ رو تونستیم پیدا کنیم بیاریم تو قلعه. یعنی حداقل فکر می‌کنم یه 3-4 تاشو تونستیم پیدا کنیم. حتی گلوله‌های توپ اینا از توی دریا آورده شد، آب خورده بود اینا رو برده بود داخل. خیلی از اینا که بالاخره آهن چدم بوده استفاده کردن، دزدیده شده، یه سری از اینا تخریب شده رفته توی دریا. ولی یه مسئله خیلی مهمتر از خود قلعه باستانشناسی زیر آب در این تنگه هست که حالا گروه باستانشناسی که اومدن و از پژوهشگاه میراث فرهنگی اونجا فقط در حد حالا یه بازدید زیر آب داشتن، اعتقاد دارن که 10 کشتی تاریخی اونجا وجود داره، منتها به دلیل 2 تا دلیل. یکی این که هزینه خیلی بالای این کاوش‌ها و دیگری به دلیل شدت جریان‌های آبی در اون نقطه یه مقدار کار کردن اینجا رو بسیار دشوار و پرهزینه میکنه. بنابراین ما یک گنجینه‌ای داریم که فقط داریم به قول معروف ازش عبور میکنیم. حالا برعکس اون قلعه بحرین که ثبت میراث جهانی شد 2005 و از 1954 هر سال با کاوش باستانشناسی داره. ما هنوز در قلعه پرتغالیای هرمز یه کاوش علمی باستانشناسی نداریم. تمام این اطلاعات بر اساس مشاهدات میدانی مثلا
در حد بازدیدهای چند روزه است. و از همه مهمتر ما حتی اسناد نداریم. تنها اسناد مدون در مورد این قلعه، حالا من در قسمت انتهایی عرض کنم، مطالعه است که خود پرتغالیا انجام دادن. یه مؤسسه‌ای هست به اسم گلبنکیان، کالوس گلبنکیان. این مؤسسه روی تمام قلعه‌های پرتغال که در دنیا باقی مونده مطالعاتی انجام داده و به دنبال حفظ و احیای اینها هست به عنوان قسمتی از فرهنگ و تاریخ پرتغال. خیلی از قلعه‌ها بازسازی شدن. دولت بحرین با یه هزینه خیلی بالایی خودش انجام داده، عمانی‌ها تبدیل به موزه کردن. تکیه بنیاد گلبنکیان بر این بود که بیاد این قلعه‌هایی که دولت ایران هیچ کاری نمی‌کنه و دارن تخریب میشن با هزینه خودش بازسازی کنه، که در نهایت هم در هیچ اثری ازش ندیدیم، ولی یه طرح مرمت خوبی تهیه شده. ماریو کمپس اگر اشتباه نکنم یکی از معمارای خیلی معروف پرتغاله که طرح مرمت برای این قلعه تهیه کرده، نقشه‌های دقیق برداشت کردن که حالا اون اسناد هم در جای خودش نیاز به در حقیقت مطالعه داره. ولی خب این مؤسسه هم از ایران رفت. حالا آقای کالوس گلبنکیان هم داخل پرانتز خدمتتون بگم یکی از بزرگترین تاجرای نفت جهان بوده، ارمنی الاصل. در حقیقت ایشون میره به انگلستان و در نهایت در دوره جنگ جهانی دوم به واسطه اینکه پرتغال کشور بی‌طرف بوده میاد در پرتغال زندگی میکنه. یه مؤسسه‌ای درست کرده با اون ثروت، آخرین ثروتش هم شرکت نفت مالزیه. ایشون صاحب شرکت نفت پتروناس فکر کنم، پتروناس مالزی مال ایشون بوده، اینو به دولت مالزی میفروشه. یه تاجر بزرگ نفتیه و تمام ثروتشو گذاشته برای کارهای فرهنگی. مؤسسه بزرگی در لیسبون هست و با موزه داره در لیسبون، یه موزه خیلی معروفی این مؤسسه داره. و روی قلعه پرتغالی ها یک کار مرمتی انجام دادن، ولی اونها هم هیچ کار باستانشناسی نکردن. ما هیچ زیر این قلعه نمیدونیم چه خبره، اطرافش نمیدونیم چه خبره، خونه های اطرافی که ساخته شدن زیر اونها نمیدونیم چه خبره. دلیل عمده‌ش هم اینه که نمیتونیم در حقیقت اگر هم بفهمیم چه خبره باید یه اقدامی انجام بدیم که اون هم یه توانایی خاصی میخواد. این قلعه مرمتش کار خیلی هزینه بر و زمان بریه، ولی تا اینجایی که متوجه شدیم ما قلعه‌ای داریم بر اساس صحبت‌های آقای عباسی، قبل از دوره پرتغالی ها بوده، در دوره پرتغالی ها اومده در 4 دوره ساخته شده و از همه مهمتر این قلعه 1622 تا 2024 402 ساله که با وجود تمام ناملایمات انسانی سیاسی که دولت‌های قبل بودن، اقلیم بسیار خاص، این تونسته در 400 سال گذشته دوام بیاره و الان در حقیقت ما میتونیم آثار اون دوره رو به طور کلی ببینیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و امیدوارم که با موضوعی که مطرح کردیم یه دقیقا سوالاتی در ذهنتون ایجاد بشه و این پژوهش و امثال این پژوهش رو بتونیم ادامه بدیم، حداقل خودمون رو و آگاهیمون رو نسبت به تاریخ معماری هرمزگان بیشتر کنیم. ما در حقیقت این نشست رو به عنوان اولین نشست با تمام کم و کاستی‌ها و با تمام کم و کاستی‌ها دیگه خیلی تاریک شده بود، هم داشت نفسم میگرفت. آره. این برگزار کردیم، همیشه اولین بار خیلی سخته کاری رو انجام دادن. دوست داریم این کار ادامه پیدا کنه و باعث افتخار ما هست که پیشکسوتان ما، آقای مهندس ترابی، آقای مهندس استاد، همکاران من و خیلی از افراد علاقه‌مند تشریف آوردن. این یه حرکتی از شروعی هست. من اصلا قصد ارائه‌ای نداشتم. من دوست داشتم که بچه‌هایی که زحمت کشیدن، خودشون در حقیقت به فکر بودن، بیان ارائه بدن
ولی خب به عنوان حالا جلسه اول منو مجبور کردن و متقاعد کردن که حتما توی برنامه باشم. امیدوارم توی برنامه‌های بعدی خود بچه‌ها بیان، اولا که حمایت بشیم، همکاران عزیز، پیشکسوت‌های عزیز کمک کنن، دست به دست هم بدیم، بتونیم مشابه این برنامه‌ها رو شاید به طور حتی ماهانه برگزار کنیم. هر کدوم از دوستان خودشون بیان بانی یک نشستی بشن. خیلی از دوستانی که مطلبی دارن، خیلی از اونهایی که پژوهشی کردن، خیلی از اونهایی که کار کردن و اسمی ازشون نیست، اثری ازشون نیست، فضایی بهشون داده نشده، بیان اینجا ارائه‌هاشون رو انجام بدن. ما سعی میکنیم که در حقیقت کمک کنیم این حرکت راه بیفته و ادامه پیدا کنه و همیشه مهم اون ادامه مسیر هست. برنامه‌ای که برای این نشست داریم اینه که آخرین پنجشنبه هر